غرب وحشی برادران دالتون رو به خلافکارترین افراد تاریخ آمریکا تبدیل کرد و اونها رو از شغل نظامی به افرادی جنایتکار تبدیل کرد. در اواسط قرن 19 یک زوج به نام ادلان و جیمز لوئیس دالتون در کانزاس زندگی میکنن و پشت سر هم 15 تا بچه به دنیا میارن. چند تا از پسرهای این خانواده هستن که گروه دالتون رو تشکیل میدن. در سال 1882 پدر خانواده تصمیم میگیره که همراه با خانواده به اوکلاهوما که مرز غرب وحشی مهاجرت کنه. گرت دالتون، امت دالتون و باب دالتون 3 برادر و بنیانگذاران اصلی گروه دالتون ها هستند. قبل از اینکه این 3 برادر بزرگ بشن، بزرگترین برادر خانواده یعنی فرانک دالتون تو اوکلاهوما یه شغل دولتی میگیره و به دپیوتی مارشال منصوب میشه که اون موقع یه پلیس رده بالا به حساب می اومده. چون اون دوره غرب وحشی بوده، پلیسا امنیت کافی نداشتن و جونشون هر لحظه در خطر بود. در سال 1887 فرانک تو درگیری با یکی از گروه‌های گانگستری کشته میشه. 3 برادر کوچیک فرانک وقتی دیدن برادر بزرگترشون به دست خلافکارها کشته شده، تصمیم گرفتن که خودشون پلیس بشن و انتقام برادرشون رو بگیرن. غرب وحشی بود و قانون خاصی وجود نداشت. پلیس اجازه داشت هر کسی که خلاف میکنه بدون اینکه جرمش مشخص بشه رو بکشه و هیچ کس دلیل کشتن کسی رو که کشتی رو ازت نمیخواد. این 3 برادر همیشه دپیوتی مارشال نمیمونن و بعد یه مدت به سمت خلاف سوق پیدا میکنن. باید بدونین که این 3 تا برادر تو دوران خدمتشون کار جایزه بگیری رو انجام میدادن. یعنی کسایی که براشون جایزه تعیین کردن رو پیدا میکردن، حالا چه زنده یا مرده تحویل میدادن و از این راه هم پول خوبی به دست می آوردن. تو تاریخ نوشته شده که در سال 1890 برادران دالتون با اسب دزدی که اون موقع یک خلاف خیلی بزرگ بود، کار خلافشون رو شروع کردن و از همونجا کارهای خلاف و جنایتکارانشون استارت خورد. دالتون ها به جرم اسب دزدی تحت تعقیب بودن و مجبور شدن از اوکلاهوما برن به سمت غرب، جایی در ایالات نیومکزیکو که قشنگ وارد مرکز غرب وحشی شدن. اونها تو نیومکزیکو سعی دارن گروهشون افزایش بدن و خلافکارهای زبده‌ای رو جذب کنن که البته موفق میشن و 6 نفر به اونا ملحق میشه و گروه دالتون ها میشه 9 نفره که فقط 3 نفر از اونا با هم برادر بودن. گروه دالتون بعد از اولین سرقتشون که از یک قمارخونه بود و پول زیادی هم از اونجا به دست نیاوردن، میرن کالیفرنیا. یکی از برادرای خانواده دالتون یعنی بیل دالتون تو کالیفرنیا بود و مثل آدم داشت زندگیشو میکرد. ولی برادرای دیگه وقتی بیل رو تو کالیفرنیا میبینن اغفالش میکنن و بیل رو هم میکشن سمت خودشون و گروه دالتون میشه 4 برادر اصلی و خلافکارهای دیگه. زمانی بود که خطوط راه آهن داشت به اکثر شهرهای آمریکا کشیده میشد و کالیفرنیا جزو این شهرها بود. ریل قطار کالیفرنیا وسط شهرهای سان فرانسیسکو و سان دیگو بود و همیشه تو قطارهای این مسیر هم آدمای پولداری بود هم پول بانک ها بود. برادرای دالتون تو روز 6 فوریه 1891 به یکی از این قطارها حمله میکنن، اما به دلیل کم تجربگی حتی $1 هم نمیتونن از اون قطار بیرون بیارن. این یکی از بدترین کارهایی بود که انجام دادن، چون بعد از اون شناخته شده بودن. چند روز بعد از سرقت گرت دالتون رو دستگیر میکنن. وقتی بقیه گروه متوجه این قضیه میشن، برای اینکه دستگیر نشن فرار میکنن سمت اوکلاهوما. بعد از دادگاهی کردن و حبس ابد دادن به گرت دالتون، اونو با قطار میبرن به سمت زندان. تو مسیر زندان یک درگیری توی قطار اتفاق میفته و گرت از این فرصت استفاده میکنه و از قطار میپره پایین و موفق میشه فرار کنه. گرت یک اسب پیدا میکنه که بره اوکلاهوما پیش داداشاش. برادران دالتون بعد از یک سرقت ناموفق دیگه تقریبا میدونستن که چجوری قطار بزنن.
برای همین تو اوکلاهوما شروع میکنن قطار زدن. اونا سراغ قطارهای باری نمیرفتن چون نگهبانای زیادی داشتن و فقط میرفتن سراغ قطارهای مسافربری و جیب مسافرها رو خالی میکردن. تو این بین پیدا میشد مسافرهایی که پولدار بودن و پول زیادی با خودشون حمل میکردن. مثلا یه بار از یه مسافر $2500 میگیرن. $2500 اون زمان معادل $80,000 امروزه. خلاصه کارشون میگیره و تو همون اوکلاهوما و تگزاس معروف میشن که برادران دالتون قطارها رو میزنن. دالتون ها با برنامه ریزی هر 3-4 ماه یک بار یک قطار رو تو یکی از ایالت ها لخ میکنن. یکی از معروف ترین سرقتشون اینه که وارد یک قطار میشن که کلی پول نقد توش بوده. $70,000 در واگن آخری قطار نگهداری میشده و کلی مأمور هم توی این واگن بوده. اما واگن های جلوی قطار هیچ مأموری نداشته و $17,000 هم توشون پول بود و برادران دالتون به راحتی این $17,000 رو بر میدارن و میپرن پایین بدون اینکه مأمورها متوجه بشن. این سرقت باعث شد پلیس های اون منطقه $5,000 برای هر برادر جایزه بذارن. مرده یا زنده شون هم فرقی نمیکرد. این برادرها تصمیم میگیرن روششون رو عوض کنن و بانک بزنن، ولی چون دیگه مردم اونا رو میشناسن با ریش و سیبیل مصنوعی تغییر چهره دادن و وارد بانکی به نام کافی ویل تو شهر کانزاس شدن تا بانک این شهر رو بزنن. این ریش و سیبیل ها به قدری بیکیفیت بودن که هر کس دیدشون اونها رو شناخت. با این حال با اسلحه وارد بانک شدن و شروع کردن به سرقت. اما این بانک یک بانک معمولی نبود و گاف صندوق این بانک جوری تنظیم شده بود که یه ساعت مشخص در روز باز نشه. دالتون ها وقتی میفهمن اینجوریه تصمیم میگیرن صبر کنن تا ساعت بگذره و اون گاف صندوق باز بشه. اما غافل از این که تمام شهر اونا رو شناختن و میدونن که اون تو هن. مردمی که همشون اسلحه دارن. برای اینکه جایزه رو بگیرن هر کسی با اسلحه خودش به طرف بانک راه افتاد. بالاخره زمان رسید و گاف صندوق باز شد و برادرها پولا رو بر میدارن و میان که برن. اما به محض بیرون اومدن میبینن که مردم شهر روبروشون ردیف وایستادن و همه هم اسلحه دستشونه و جنگ دالتون ها با 200-300 نفر اهالی شهر شروع میشه. 2 از برادرها تو این درگیری کشته میشن، اما باب با سپر کردن یکی از کارمندای بانک خودشو به اسبش میرسونه. اما با وجود اینکه تمام شهر دنبالشون بودن، تو یه جایی از شهر به باب تیراندازی میشه و از اسب میفته و کشته میشه. نکته جالب اینه که یکی از برادرها به نام امت با وجود اینکه 20 تا تیر خورده بود و حتی با شاتگان زده بودن تو آلت تناسلیش، میبینن زنده است و پانسمانش میکنن و اون زنده میمونه. وقتی خوب میشه میبرنش دادگاه و به حبس ابد محکومش میکنن. اگه یادتون باشه امت اول پلیس بود و به خاطر اینکه اون زمان درست خدمت کرده بود بعد 14 سال میبخشنش. اون وقتی آزاد میشه به لس آنجلس میره، همونجا ازدواج میکنه و تو فیلم‌های اولیه هالیوود بازی میکنه و یک شغل دلال مستقلات هم انجام میداده و دیگه هیچ وقت سمت خلاف نمیره. امت دالتون با وجود اینکه 20 بار تیر خورده بود و آلت تناسلیش کاملا از بین رفته بود، اما 44 سال دیگه زنده میمونه، یعنی تا سال 1937 و بالاخره در 66 سالگی از دنیا میره. اینو باید بدونید که همه برادرای دالتون به جز امت تو دوروبر 22 سالگی کشته شدن و هیچ بچه‌ای ازشون باقی نموند. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب و زدن زنگوله یادتون نره.